ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتاری 56. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. شریف مخدوم معتصم و شکربیک دوست. باید من در اینجا موافق وعده‌ای که در پارچه بالا داده‌ام درباره شریف مخدوم و به مناسبت سرگذشت او درباره شکربیک دوست معلومات دهم. شریف مخدوم معتصم پسری قاضی ملا عبدالرحیم بلخی بود که در بخارا تولد یافته کسب کمال کرده است. او دانشمندی جوان زمان خود بوده، قوه شعری بلند داشته است. شریف مخدوم در اولهای زمان حکومت امیر مظفر در تومن وابکند رئیس محتسب، نظارت کننده بازارها و کارهای دینی شده است. او طبعاً آزاد فکر بوده است و بعد از آن که مأمور حکومت شده از کردارهای عملداران واقف گردیده است، به آنها سخت نفرت پیدا کرده است. در آن وقتها عبدالستار نام کسی در وابکند املاکدار خندارنده اندازهای زمین بوده است که به مردم دهقان بسیار ظلم می کرده است. از بس که رئیس ها از روی عادتی دربار بخارا حق داشتند که نادرست کاری های هم منصبان خود را پنهانی به امیر معلوم کرده ایستند، معتصم هم جبر و ظلمی به فقرا کرده ایستاده املاکدار را چندین بار به امیر عرض کرده است. اما امیر در جواب عریضه های او در حق عبدالستار کاری نکرده است و او را تنبیهی داده از ظلم باز نداشته است. از این حادثه معتصم به خوبی فهمیده است که آب از بالا لای بوده، عیبدار تنها خودی املاکدار نبوده است. در آن وقتها در دهه کاسگرانی وابکند شکور نام یک دهقان بوده است که در اولها آسوده حالانه زندگانی می کرده است، اما رفته رفته به سبب ظلم حاکمان و برای او را به دست خود در آوردن به حاکمان یاری دادن بایهای دیه، تمام زمین ها، اسباب دهقانی و حتی حولی نشستش هم از دست رفته خود در دست خدیر هندو نام یک سودخوری سیر زمین یتیم بطرق شده مانده است. شکر بعد حولیش از دست رفتن عائله‌اش را که عبارت از یک زن و دختر بوده است در یک کازش نامده خود کاری هر کس را کرده می گشته است. اما زنش که در اصل بیمارنما بوده است و زندگانی کازه خصوصا در روزهای برف و باران تاب آوردن نتوانسته تماما برجا مانده شده است. وقتی که شکر به خدیر هندو یتیم شده است، زن و بچه خود را به قسم مالخانه حولی بای کوچانده آورده در آنجا در گوشه یک کاخخانه زندگانی سر کرده است.
اما بیماری زنی برجا مانده‌اش روز تا روز وزنین تر شده در اندک وقت او وفات نموده است. شکوری مصیبت زده بعد از مردن زنش با دخترش در خدمت بای دوام نموده است. شکور در کارهای دهقانی و نگاه و بینی چارپاهای بای مشغول شده، دخترش در حوله درونی بای دستیاری می کرده است و وقتی خواب پدر و دختر در همان کاخانه می خوابیدند. دختری شکور در زیبا جمالی در همان دور و پیش مانند نداشته است. او در زیر لباسهای کمبغلانه مانند یاقوتی می نموده است که در میانه خسروبه افتاده مانده باشد. بای با وجودی 3 زن داشتنش این دختری پاک دامن را در زیر نظری مردارانه خود گرفته است. اولها به او با نوازشکاری عادی معامله کرده، کم کم طلب حیوانانه خود را به وی اظهار نموده است. دختر آن طلب بای را اولها با شرمگینی دخترکانه رد کردن گرفته است. چون طلب بای و حرکت‌های تجاوزکارانه‌اش سخت‌تر شده است، دختر با هر الفاظی بدی که می‌دانسته است وی را دشنام داده این واقعه را به پدرش معلوم کرده است. شکور با شنیدن این حادثه فوراً از یک دیهه دوردست برای خود کلبه یافته خواسته است که از خدمت بای برآمده تماماً به آنجا کوچیده رود. اما بای برای بردن دختر به شکور راه نداده است. در بیماری و مردهی زند تو از من 1000 تنگه 150 سوم قرضدار شده ای. پولی مرا بدی، بعد از آن دخترت را به تو می سپارم گفته است و دختر را در حوله درون در خانه در آورده در را از بالای او قلف زده مانده است. شکور به قاضی خانه وابکند آمده احوال را عرض کرده از بای گرفته دادن دخترش را و مزد 2 ساله خدمتش را طلب نموده است. قاضی بنابر مسئله غصب دختر در میانه بودن به این کار اهمیتی کلان داده همراه ملازم خود میرشبی تومن را هم فرستاده فرموده است که این کار را در جایش تفتیش نموده اگر ممکن باشد در همان جا اصلاح نمایند وگرنه به قاضی خانه بیارند. در وقتی به خانه بای آمدن ملازم قاضی و میرشبی تومن، املاکدار عبدالستار هم که برای اندازاندازی به دیهه برآمده بوده است همان روز در همان جا میهمان بوده است. بای ملازم و میرشب را ضیافتی کلان کرده و به آنها از چشم داشتشان زیادتر خدمتانه داده برای قاضی هم به واسطه ملازم مهرانه درستی تقدیم نموده کار را به منفعت خود حل کردن خواسته است و در جواب دعوای شکور گفته است که حق خدمتی او را زنش و دخترش خوردند و پوشیدند. خراجات مرده زنش که من کرده ام در گردنی او می باشد. با همه این من دختری او را غصباً با زوری نگاه نداشتم، بلکه به آن سبب نگاه داشتم که دختر مرا به خود پدر خوانده است و نمی خواهد که با پدری سرسری گردش در کوچه ها سر و پا برهنه گردد. ملازم و میرشب جوابی بای را معقول شمرده خواستند که مسئله را به منفعت بای حل کرده روند و این معنی را به قاضی معلوم نموده درباره حل شدن جنجال خطی ابرا صلحنامه نویسانده مهر کننده به بای رسانند. اما از یک طرف شکور به این گونه اصلاح راضی نبودن خود را معلوم نموده فریاد و فغان سر کرده است
و در خانه بای به اختیار خود ماندنی بودن یا نبودنی دخترم در پیش آدمان حاکم از خود او پرسیده شود گفته است، و از طرف دیگر املاکدار که تعریف حسن و جمال دختری شکر را شنیده در پی به دست خود در آوردن او بوده است، ظاهراً طرف شکر را گرفته گفته است. از روی شریعت درباره یک دختری به بلاغت رسیده از خودش نپرسیده حکمی برآوردن درست نیست. بنابراین من تکلیف می کنم که طلب شکر را قبول کرده دختر را برآورده خودمان از خودش پرسیم. نه بای و نه ملازم و مرشد تکلیف املاکدار را رد کرده نتوانسته دختر را برای پرسیش به مهمانخانه برآوردند. البته دختر گفته های بای را با شدت و نفرت رد کرده مرا از این پلید خلاص کنید گویان به دامن پدرش چسبیده است. بای هم فریاد کنان خانه را به سرش برداشته دختر از شرم روی پدر این گپ ها را می گوید وگرنه از شوم شکل پدرش بیزار است گفته است. املاکدار خود را خالص نشان داده باز تکلیف در آورده است. من آدم خالص می باشم، نه بای را و نه پدری دختر را روی می بینم. بنابراین صلاح کار همین است که من دختر را به خانه خود برده نگاه می دارم تا آن وقت دختر این جنجال ها را از یاد برآورده و آسوده شده چی بودنی تگ دلش را در غربی بای و پدرش به من می گوید و در آن وقت موافق خواهشی دختر عمل خواهیم کرد. بای دلیلی نداشت که تکلیف املاکدار را که یکی از 4 حاکم تومان است رد کند. اینچنین ملازم و مرشب را هم که حق خدمت خود و مهرانه قاضی را پیشکی ستانده بودند جرأتی نبود که تکلیف املاکدار را رد کرده در میان خودشان او و قاضی اختلاف اندازند. بیچاره شکوری صافدل که املاکدار را خیرخواه خود گمان می کرد و به دخترش هم دلش پر بود به این تکلیف راضی شد و در نتیجه املاکدار مانند قصابی که گوسفند را از چنگاری گرگ رهانده و کشتن برده باشد دختر را از دستی بای گرفته به خانه خود برده است. بای که موافق مقال زبان مرغان را مرغان می دانند مقصد املاکدار را فهمیده بوده است کیها از دختر امید خود را کنده در دل خود خسدوزد را راهزن زد گویان دیگر از پس دختر به خانه املاکدار نرفته است. اما شکوری مظلوم که املاکدار را خالص گمان کرده است بعد از 1 هفته به خانه املاکدار رفته دختری خود را طلب کرده است. املاکدار اول شکر را با دلیل‌های ساخته قناعت کننده یک چند روزی دیگر در خانه خودش ماندن دختر را به او صلاح نشان داده است. شکر بعد از آن که چند روز دویده از املاکدار دختری خود را گرفته نتوانسته است به او سخت‌تر معامله کرده با شدت‌تر دختر را طلب کرده است. املاکدار هم او را دشنام داده دوست گویان از خانه خود پیش کرده است و به آدمان خود فرموده است که او را زده زده به کوچه برآورده هی کنند و دوباره وی را به املاکدار خانه راه ندهند. اکنون از 4 حاکم تومان تنها رئیس مانده بود که هنوز شکر به او مراجعت نکرده بود. هرچند شکر از رئیس به کار خود یارمندی امید نداشته باشد هم هرچی بادا باد گویان به پیش او رفته فاجعه از سر گذرانیده ایستاده خود را بیان کرده از وی یارمندی التماس کرده است. این واقعه در وقتهای روی داده بود که رئیس معتصم
به واسطه عریضه های پنهانی خودش که درباره املاکدار و میرشب به امیر می نوشت هیچ گونه نتیجه نه برآمدنش را فهمیده بود. حتی از معامله های درشتی امیر به خودش پی برده بود که عریضه های شکایتی وی از ظلم حاکمان به امیر نمی فارد. بنابراین رئیس بعد از شنیدن درد دلی شکر به او به طرز زیرین جواب داده است: برای علاج کار تو از دست من هیچ چیز نمی آید. ما در زمان زندگی کرده ایستاده ایم که هیچ کس غم دیگری را نمی خورد و خورده هم نمی تواند. از ظلم ظالمان به حاکمان، حتی به خود امیر شکایت کردن هم هیچ فایده ندارد. هر کس باید دوای درد خود را خود کند. برای ستاندن حقیقت و حفظ ناموست اگر از دستت آید خودت کاری کن، وگرنه به تقدیرت تن ده. از این جوابی رئیس رگ انتقام جویی شکر الهام یافته به حرکت آمده است و بعد از دقیقه فکر کردن از رئیس پرسیده است: اگر یک مظلوم ظالمی را کشد در پیش شریعت گناهکار می شود یا نی؟ رئیس جواب داده است: وقتی که ظالم ظلم کردن می خواهد هیچگاه از یگان مفتی نمی پرسد که ظلم در شریعت رواست یا نی. آن مظلوم احمق است که انتقام گیری خود را به شریعت موافق کردن خواهد. مظلومی با عقل آن است که دوای قروت آب گرم گویان خود به فکر خود عمل کرده کار برد، نه به فکر مفتی. این جوابی رئیس تشویقی روی راست شده است شکر را به انتقام گیری و او از پیش رئیس در حالتی برآمده است که دلش نسبت به ظالمان با آتش غضب و انتقام جویی علنگه می زده است. من در اینجا پیش از آن که طرز انتقامگیری شکر را حکایه کنم می خواهم آن چیزی را که درباره ترجمه حال ایام جوانی او در دیهه و بعد از آن به مناسبت ذکر یافتن احوال معتصم در مدرسه عالمجان شنیده بودم نقل نمایم. شکر در وقتهای جوانی خود در زمان زندگی پدرش با جوانان آلفته تومن وابکند الفت شده با هر گونه ماجراها اشتراک می کرد. از بس که او یک پسر بود پدرش هم به حرکتهای وی مانع نمی شد و بیگذار پسرم در وقت زندگی من وقتش را خوش کند می گفت. شکر اول به گشتین گیری شغل کرده یک پهلوان جوانی نامدار شد. بعد از آن به هوای طرف بازی افتاده یکی از جوانانی پیشگردی وابکند گردیده در طرف بازی های طرفانه به مقابل خجدوانیان اشتراک می نمود. چون از شهرت و شجاعت وی رشک کرده به مقابلش حریفان بسیار شدند، او به مشق سنگ دستی در آمد که این هنر در آن زمانها یک واسطه مبارزه بود در جنگ‌های بین جوانان. شکر در سنگاندازی چنان ماهر گردید که تا آن زمان مانندش را کسی ندیده بود. او با سنگ نشانه را مانند صیادان ماهر بی خطا میزد. می گفتند که روزی در میدان آزمایش بزی را آورده در پیشش علف پرتافتند. بز کله‌اش را بلند و پست برده علف می خورد. شکر بروی آن بز
در مسافه 50 قدم ایستاده پیشانه بز را نشان گرفته سنگی را که برابری تخم مرغ می آمد به طرف آن هوا داد. سنگ به نشانه بی خطا رسیده بز جا به جا افتاده مرد. شکر در این گونه بازی های زور آزمایانه بسیار دوام کرده نتوانست. به زودی پدر و مادرش مردند. او زن گرفته گرفتاری دهقانی و تشویش های زندگی گردید. شکر چون از زن و فرزند و از زمین و حولی جدا شد، چنان که در بالا دیدیم، به همان حیات جوانی مجردانه بازگشت. فقط فرق در این جا بود که اگر در وقت جوانیش هنرهای زور آزمایی خود را برای بازی و دلخوشی کار می فرموده باشد، اکنون برای انتقام گیری از دشمنهای پرزور کار فرمودن خواست. او در نوبت اول فرصت یافته سری خیدر هندو را با سنگ کوفته کاری او را تمام کرد و بعد از آن تماما از مردم روی پنهان کرده در پی املاکدار افتاد. اما او در تمام کردن کاری املاکدار هیچ فرصتی مناسب نمی یافت. در وقت این آوارگی و گریزگردی ها به تأمین معیشت محتاج شد. یگانه راه تأمین معیشت در شرایط زندگانی او دزدی بود. اما او مانند دزدان عادی هر ماری به هر جا راست آمده را دزدیدن نگرفت. در دزدی خود هم یک مضمون انتقام از ظالمان را داد. بنابراین او ماری ارباب حکومت، بایهای کلان و سودخوران را راست آورده می دزدید و از مالهای به دست در آوردهش هر چیزی که از خوراک و پوشاکش زیادتی کند به کمبغل ترین آدمانی که به آنها دلش پر شود تقسیم کرده می داد. از بس که ارباب حکومت تومنها از دست او به جان آمده، از بیم هجوم او شبانه به جای رفته نمی توانستند و روزانه هم از راههای کمادم ابا می کردند و بایهای کلان هم از اجل ترسیدگی برین از او می ترسیدند. عامه مردم حاکم حقیقی تومنها او را شمرده به نام او کلمه بیک را همراه کرده او را شکر بیک گفتن گرفتند. اما ارباب حکومت او را دزد می گفتند. بنابراین او در تمام شهر و صحرا با نام شکر بیک دزد مشهور شد. دختری شکر بیک به املاکدار گردن نفرآورد. املاکدار که بعد از خوشامدگویی های منافقانه از دختر کامش حاصل نشد، او را به ضرب و لت کردن و شکنجه و عذاب دادن در آمد. دختر در 3 ساله عذاب و عقوبت تاب نآورده آخر وفات نمود. شکر بیک که این خبری مصیبت ثمر را شنید، غضبش نسبت به املاکدار باز هم زیادتر گردید. در این میان املاکدار از کار گرفته شده به شهر بخارا کوچید. شکر بیک هم فعالیت انتقام جویانه خود را از صحرا به شهر کوچانید. اما در آنجا هم املاکدار را در جای مناسب راست آوردن نتوانست. لیکن در آنجا هم مأموران حکومت و بایها را تاخته به کمبغلان شهر تقسیم کرده داده می گشت. در شهر نام شکر بیک همه بایها و ارباب حکومت را در لرزه انداخت. امیر به میرشب فرمود که با هر راهی که باشد شکر بیک دزد را به دست درآورد. میرشب به زنده دارنده شکر بیک 10,000 تنگه و به کشنده او 5,000 تنگه پول وعده کرده این وعده اش را به واسطه جارچی
در شهر اعلان کرد. اما خود میرشب در وقتهای گردش شبانه‌اش در شهر تمام آدمهای خود را مسلح کرده اسب سوار میگشت و با همه این وقتی که غرش سنگ شکربیک را از دور میشنید پس گشته با کمال سرعت میگریخت. گاه بعضی کسان به وعده میرشب فریفته شده در هوس دستگیر کردن یا کشتن شکربیک می افتادند. این گونه آدمان از غرش سنگ او نترسیده به طرف او می رفتند. اما شکربیک این گونه کس را به نشان نگرفته تا به خودش روبرو شدنش صبر کرده می ایستاد. وقتی که آن زورآزما به خودش نزدیک رسید به وی مجالی هجوم نداده از میانش آزاد برداشته به زیر خود می گرفت. اول گلوی او را یک نفس بوغ می کرد. بعد از آن بر سر سینه‌اش یک دو کنده زانو می زد. وقتی که آن پهلوان تراش از حال رفت خنجر را به گردن او ماریده مقصدش را می پرسید. حریفی مغلوبی از ترس و لرز افتاده هم اقرار می کرد که وی به امیدی گرفتن مکافات میرشب به این کار جسارت کرده است. شکربیک آن کس را از این گونه کاری پرتهلوکه توبه کنانده و به وی خرجی گویان یک مبلغ پول داده می گفت. این پول را گیرو از این شهر بدر رو. اگر در اینجا مانی عجب نیست که دویم باره به این گونه جسارت قدم گذاری. در این صورت من جانت امان نمی دهم. عموما شکربیک آدم کشی نمی کرد. آدمانی بدکردار را با کشتن تمام کردن ممکن نیست می گفت. او فقط ارباب حکومت و بایهای ناانصاف را تاراج کرده به کمبغلان تقسیم می کرد. او تنها خضر هندو را کشته بود و اکنون در پی کشتن عبدالستار املاکدار می گشت، لیکن وی را هیچ راست آوردن نمی توانست، چون که او از ترس شکربیک هیچ به کوچه نمی برآمد و هر شب جای خوابش را هم دیگر می کرد. شریف مخدوم معتصم به سبب عریضه های شکایتش از هممنصبان خود به غضب امیر گرفتار شده از کار گرفته شده بود و بعد از معذوریش به شهر بخارا آمده در مدرسه عبدالله خان در حجره خود ملا بچوار لاابالانه زندگانی می کرد. شکربیک بعد از کوچانیدن فعالیت خود از صحرا به شهر الهام دهنده خود معتصم را یافته با او علاقه بست. گاه شبانه بعد نیمی شب به حجره وی آمده در آنجا آش پخته خورده می رفت و عموماً هر شب بیشترین در قوش مدرسه در اطراف مدرسه های عبدالله خان و مادر آن گردش می کرد، چون که حولی عبدالستار املاکدار در قوش مدرسه در پهلوی مدرسه محمد دوری 56 را از روی اثری نویسنده بزرگی توجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.